دست از ساختن پروژه‌های بی‌نقص بردارید. اگه میخواین تو حوزه مهندسی، هوش مصنوعی یا روباتیک استخدام شین، پروژه‌های بدون خطا ممکنه به ضررتون تموم شن. واقعیت این هست که در دنیای واقعی هیچ چیز کامل نیست. وقتی پروژه‌ای رو از شبیه ساز خارج می‌کنید، همیشه چیزی خراب می‌شود. شرکت‌ها دنبال همین هستند. یک رزومه یا پورتفولیوی قدرتمند جایی است که شما با شجاعت نشان می‌دهید چه چیزهایی شکست خورده است. اگر ربات شما فقط 80% مواقع کار می‌کند، آن 20% خطای باقی مانده را تحلیل کنید. اگر سیستم شما در شرایط خاصی از کار می‌افتد، به جای پنهان کردنش، دلیل آن را توضیح دهید. این دقیقاً همان جایی است که مهندسی واقعی اتفاق می‌افتد. عیار شما با 4 سوال مشخص میشه. 1. چی خراب شد؟ 2. چرا؟ 3. برای حل آن چه کردید؟ و 4. چه چیزی یاد گرفتید؟ این یعنی آمادگی برای چالش‌های واقعی فنی. صداقت در نشان دادن چالش‌ها و روش حل آنها 1000 بار جذابتر از یک دموی فیک و بی‌نقص است. تا حالا تو پروژه هاتون با چه باگ یا مشکل عجیبی روبرو شدید که کلی چیز ازش یاد گرفتید؟ تو کامنت ها برام بنویسید تا با هم بررسیش کنیم.